سلام، از کلینیک موبایل خسروی با شما صحبت میکنم. یک گوشی سامسونگ گلکسی A33 5G برای ما اومده که مشتری میگه میخوام این در رو عوض بکنم. تا حالا گوشی باز نشده. اگر خوب دقت بکنید گوشی خیلی درب پشتش آسیب دیده و خیلی لک گرفته. من اومدم بهش پیشنهاد کردم که بیایم براتون یک متریال حکاکی شده پشت گوشی بزنیم، نیاز به تعویض دربم نداشته باشه. حالا میریم تمام مراحل رو با هم ببینیم و سر آخر ببینیم گوشی چقدر زیبا و شکیل شد. خب همونجور که توضیح براتون دادم این طرح و مینیاتور و برش الگو رو ما انجام دادیم. حالا دستگاه داره کار رو انجام میده که کاملا تکمیل بشه. با ما همراه باشه تا تکمیل شدن کار که مشاهده میکنید طرح داره کامل میشه و حکاکی مینیاتور روی گوشی مدل A33 5G به پایان میرسه یواش یواش. با ما همراه باشید، با ما خواستنی باشید. خب دوستان، حکاکی ما تمام شد و همونجور که میبینید کلا اون خرابی درب پشت محو شد و بسیار شکیل و جلوه بسیار زیبایی به گوشی داده شد. شما میتونید گوشی های خودتون که اگر درب پشتش نسبتا مثل همین مال مشتری ما خراب بود، شکستگی زیادی نداشته باشه، از این طریق یا حکاکی متریال گلد رو استفاده کنید یا بک اسکرین رو میتونید استفاده کنید. با ما همراه باشید، با ما خواستنی باشید. اولین مرکز برش گلس انواع گوشی های موبایل، برش انواع بک اسکرین و حکاکی گوشی های موبایل. کلینیک موبایل خسروی. با تشکر.